خب کتابی که امروز رونما شد افغانستان در سالهای حکومت مصالحه ملی نام دارد یا که وحدت ملی. مسئله های یعنی روندهای سیاسی هست و مسئله های امنیتی. تقریبا چند سال اخیری واقعی که در افغانستان شدن این کتاب در بر میگیرد، ولی یک نظر اجمالی به تاریخ افغانستان در رابطه به سر قدرت آمدن زمامداران این کشور یک نظر اجمالی شده است. از احمد شاه دورانی شروع شده تا همین دوره و البته توجه بیشتر به دوره بعد 2001 داده شده است. به واقعه های همین دوره مثلا انتخابات ها و مسائل امنیتی، توجه خیلی جدی به انتخابات سال 2014 داده شده است که متاسفانه با یک تقلب گسترده نتیجه گیری شد و نهایت اولین بار در تاریخ افغانستان یک نظام به سر قدرت آمد که هم رئیس جمهور بود و یکی با نام رئیس اجرایه در اینجا به وجود آمد. ولی متاسفانه همین دوره که با نام حکومت وحدت ملی معلوم است، اختلاف های بسیار شدید در سطح های گوناگون به وجود آمدند، تقویت شدند و در این دوره هم اختلاف های اتنیکی شدت گرفتند، هم گروه های مسلح در مثل طالبان، البته داعش و دیگر گروه هایی که در افغانستان فعالیت میکنند، اینها فعالیتشان بسیار گسترده شد و خود زمامداران این دوره از کرزی شروع شده تا اشرف غنی به مسئله های قومی دامن زدن. یک بی‌اعتمادی بسیار وسیع در جامعه به وجود آمد. از طرف دیگر به خاطر پایان دادن به جنگ افغانستان گفت و شنیدها یا مذاکرات صلح در دوحه قطر آغاز شد و متاسفانه خود مذاکرات و امضای این سازشنامه در دوحه یک زمینه رو به راه سقوط جمهوریت و به سر قدرت آمدن طالبان فراهم ساخت که ما در روزهای اوگوستی سال روان در افغانستان مشاهده کردیم و امروز میبینیم که طالبان افغانستان را اشغال کردند، اما به هیچ خواستهای جامعه بین المللی که بعد حکومت فراگیری در کشور تشکیل شود، بعد حقوق زنان، حقوق اقلیت های ملی، حقوق اقلیت های مذهبی رعایت شود، به این خواستهای جامعه بین المللی اینها جواب ندادند. بنابراین از هیچ جای، هیچ کشور امروز امارت اعلام کرده طالبان را، امارت اسلامی طالبان را به رسمیت نشناخته است. به زمین پولهای افغانستان در بانک ها مسدود شدند. از این خاطر افغانستان در دوران طالبانی میبینیم که یک بحران بسیار شدید یا یک فاجعه بشری دچار شده است. اقتصاد رکود کرده است، نظام بانکی رکود کرده است، مردم معاش 4 ماه شده است معاش نمیگیرند و بسیار یک وضعیت طاقتبار امروز در افغانستان با وجود آمده است. ولی متاسفانه با همه دعوت هایی که جامعه بین المللی از طالبان دارد تا به خواستهای اینها جواب دهد و یا حکومتی فراگیر تشکیل کند تا تمام قشرهای جامعه افغانستانی در این حکومت شامل باشند که این زمینه را برای صلح و ثبات آینده فراهم می سازد. به این خواستها جواب نمی دهند و یک حکومتی برخواسته فقط از گروه طالبان
و عمدتاً از یک قوم تشکیل شده است. به زمین اکثر اعضای این حکومت در روی خط سیاه سازمان ملل متحد همچون تروریستان خطرناک شامل هستند. بنابراین به رسمیت شناختن این حکومت زیر سوال است.